تو چیکار میکنی اکا؟ آخر نکن اکا. وای با تو چیکار کرد؟ نه نکن اکا، نکن حالا دیدی چیکار کردی؟ دیدی اکنون جان داده ایستاده است. اما من او را کشتن نمیخواستم. همش ناخوش شد. اکنون وای دیگر پریدن نمیتواند. تو را کشتی، تو قاتل. اکنون این کبوتر تو را به دروازه جنت در اومدن نمیماند. نه این خیل نیست. اگر او را گرونیم به خاک مبدل میگردد. بیبی هم گفته بودم بیا میگرونیم نصف میشود. فرزند آدم اولین جنایتش را همین خیر شروع کرده بود. یک برادر ظالم به یک بیگناه دست میبردارد. شیطان او را وسوسه میکرد. بخیلی چشمش را کرک کرده بود. به حسش اسیر شده اولین خون را ریخت. از آن روز تا امروز هر وقتی که ظالم دست بردارد خون ریزد تا روز قیامت جزایش را میبیند. جزایش را البته میبیند. خاک هفت بهار بسیار جانها را به خود گرفته است. مزارهای زیادی هستند که فرزندگانشان کیها به سنگ مبدل شدند، لیکن از مرگ گریخته نمی شود. قاتل با خونریزی زندگی میکند، به قدر شیرینی جان نمی رسد. عاقلان میگویند که کسی زود رفت خلاص شد، کسی که در این دنیا ماند طعمه گرگها شدن نیست می شود. شیطانی که در خون ما می باشد باز ما را به چندین خونریزی ها تیله می دهد. باقی مانده ها وای بر حالشان. قاتل نقاب واقع نگاریش را بروی کشید، بخیلی و بدرشکی از حد گذشت. بدبختان آنهایند که عقلشان را گم کردند. نرگس به خدا کشتنی نبودم. من قاتل نیستم. همین خیلی نشان گرفتم. همش گناه این است. به خدا من این کارو کردنی نبودم. آخر خودت با غضب به طرفم آمد. اگه آشی جان رو کشتم. با خود بیا آیشه، چشمت را کجا؟ مادر جان خونی بسیاری رفته ایستاد از رو به بیمارخانه بردن لازم. مادر جان چشمانت را کجا؟ اومد شد نمونده سر رو احجاب کنید. آمین. بیا رفتیم نرگس. این ماشین همه که اومد. خدایا چرا این دار شد؟ آشه طاقت کن کمی دیگر طاقت کن آشه عمر زودتر مونده بتوانی. طاقت کن مادر جون. عمرای ما طاقت کن آشه. آیشه کم ترکی دیگر.
تو چیکار کردی حیوان؟ تو کشتی او را میفهمی کشتی؟ اگر به خدا قسم همش ناخوش شد. برای همین من اینجا آورده که دستی من هم بخون آلوده شود. اگر با ایشه یگان چیز روی دهد من چه خیلی برای دو دارم نگاه میکنم. چه خیلی نگاه میکنم. آرام شدید آرام شدید. پدر به خدا قصد نکردم. آیشه رو کشته چی فایده میگردم. پدر ناخوش شد پدر. در آخر دستهایت را با خون آلوده کردی. چه گویم رمزی؟ چه گویم به تو نمیدونم. خونش بسیار رفته است. تستر عمل کنید. زودتر فشار خون را سنجید. خون گروه دویم را دهید زودتر. کمی آروم شو عمر. با این حالت جراحی کردن نمیتوانی. تقدیر ها بسرما. اولین بیمارم مادری خودم. حیاتی وی در دستی من است. خدایا با من مدد کن. قوت ده. خدای شب رو با هم برگردم. ابا جان با شب چرا شد؟ چکار میکنم؟ اومدن نزدش. خودت رو به دست گیر داده رکم. پدر جان های شام نمیرد. چکار میکنم؟ آرام باش پسرم. با داد و فیقان اگر صحت میشد شاد شده فریاد میکردیم. امیدت رو از خداوند نکرد. حاضر فقط از همه کاری خوب این دعا کردن است. خودت را به دست گرو. به من بگو چی واقعا روی داد. رمزی تله داد افتید. پدر ما بیو چیکار میکنیم؟ آه رمزی دیروز با هم نشستم می نوشیدی. امروز دیدی کار با چه انجامید پدر؟ اگر وی دختوری حیوان ها شکایت کند میدانی چی می شود؟ پسی پنجره میشینی پدر. پسی پنجره. خوشی مکن. تو اگم کار کرده میتوانی اکا. عقل تو همه کار رو میگیرد. کن مرو خلاص کن. بچه ها شما هم یکم چیز فکر کنید. آخر یکم کار کنید. هیچ گپ نی رمزی. بخیر جان آرام فکر میکنیم. با علی گبزت دلش را میابیم. گناه سباب از دلی و اضاف است آدمی دیدار. با شنی زمان دلی او را میابیم. تو هم نخور. فکرت رفتیم. اکری هاشم حل میکند. ینگه و شچخیل باشد. در کدام حال؟ داغن و بیمارخانه رفته خبر گیر. بیهوده نگرد و به یگان خبر نیا. فهمیدی؟ طاقت کن پسرم. به غیر از صبر چاره نداره. هماش در دست خداست. ابا چی شد به همه ما؟ چی شد به دوگانه جانی امایشه؟ حاضر در کجا؟ در کدام حالا؟ در جراحی است. در تلاش جان است. چی شد تمام؟ این کار که دستم نبودن یا خوب از دستم نبودن. رمزی ما را همی خلسوزان که تا بس گفتنم. برادر نیو سنگیسی ها. یا رب العالمین. خدایا التجای بنده هاشم را شنو. ینگه آیشه را با ما برگردان.
خدایا تو بزرگ هستی و به قوت ده و سموسا. قیچی رو دهید. زودتر زودتر. عمر فشاری خونش زیاد می شود. خون ریزیش رو مان کن. نشتر. طاقت کن مادر. نجاتت میدیم. قیچی رو دهید. دستت درد می کند. زخمش رو خوب ببند. زودتر دردش می گذرد. دردی تو رو طاقت کردن نمی توانم پسرکم. تو همیشه صحت و سلامت باش پسرم. مادر شوک الکترونی را دهید زودتر. مرا نگاه نکنید زود. بیدار شو مادر. یک باری دیگر پر کنید. عمر بیدار شو مادر. بیدار شو عمر. مادر باز یک باری دیگر پر کنید. بیدار شو مادر. مادر جون مادر چشمانت رو کشو. مادر برا تنها نکشو. چشمانت رو کشو مادر. مادر نمیر. عمر دیگر فایده نداره. مادر برا تنها نکشو. عمر مادر تنها نکشو. عمر بس. عمر مادر آخر دیگر فایده ندارد. عمر بس. عمر مادر برا تنها نکشو. چی شد؟ گریه نکنید. گریه نکنید. گریه نکنید. آقای شمراه یه چیز نشده است. گریه نکنید. خبری بد نبود سرمه. و من خوب است بگو. طاقتی از دست دادن او را ندارم. خوب است بگو. شفا یافت بگو. شفا یافت بگو. همدردیم را قبول کنید. نمک جان. علی بخون بیا. علی انا لله و انا الیه راجعون. مونید که درویم در اومدن ممکن نیست. برو خواهش میکنم نداره. ممکن نیست. اما او رو نجات داده نتوانستم رها دادم. از دستم رفت. نتوانستم. ما برای چی نمیرویم پدر؟ رحمتی رو در روز آخرش تنها میگذاریم. آی بس بودگیز همزد چی شک شده موندی؟ خدا رحمت کند گویی بس؟ گناهی تو چیست؟ نه من هم به فکر آنها راضی شدم.
خلاص نکردم پس از این حادثه چخیل بر روی علی و عمر نگاه میکنم. ای بس کن تو هم دخترم، اینقدر گریه میکنی؟ قهر خدا رو نبیار. اویشا خودش گناهگار، خودش و چی اینقدر مال گفتم که جنجال همراه میشوی؟ چه ها میگوید؟ از پشت رحمتی مگر همین خیل گپ ها میگوید؟ ای دخترم، من از غمی بسیار چی گفتن من نمیدونم. اویشا خدا رحمتت کنه. زخمت رو خوب ببند، زودتر شفا میابی. گفت سرما میفهمی پیش از مردن آخرین نفس رو میگرفتم، این زخم معده ما رو دید. آه مادر، در این دنیا به مادر چقدر زندگی میکنم. چطور به این غم ها طاقت میکنم؟ از حاضر نبودنش در اون رو تیکه تیکه کرد. من این غم رو طاقت کردن نمیتوانم. حق مادر رو برگردانده نمیشود. این رو نفهمیدم، لیکن دیر شد. متاسفانه دیر شد. همین قدر سال طب رو خوندم، از دست همه چیز نآمد. از بین دستانم پریده رفت، داشته نتوانستم. تو همه کاری از دستت آمده رو کردی، همچون دکتر همه کارو کردی عمر. خدا شاهد است، خودت رو گناهگار نحساب. خواهش میکنم عمر، عقلم نمیرسد علی، فهمیدن نمیتوانم. کدام برادر این طور خون ریزی میکند؟ برای 3 تنگم روز همسری دادرش رو کشتن. خدایا چه میدادی؟ علی دادرم، به من نگاه کن. رمزی خیلی کاری باید کرد، به اولادمان داغ آورد، تو را خانه ویران کرد، مادری پسرت رو کشت. وای، اکنون به هیچ چیز نگاه نکرده، او را برآورده پران، کشتنت لازم. چون که خون ریزی شده است، این کار به ناموست دخل دارد، این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را تا اینکه روح عایشه آرام گیرد. به خدا من طرفداری توی هم علی. پدر چیکار میکنید؟ آخر با همه که رمزی هم وعده داده بودید که خلاصت میکنم. انتخاب شو، میدانم چی گویم، تو همراه نشو. همدردی ما رو قبول کنید، خدا جایش را جنت کند، روحش شاد باشد. تشکر قربان. ایمان همراهش باشد. بیا با من رویم دادر. خوب بیا. چه شد قربان؟ بیا آنجا میشینیم. قربانت شوم. نگاه کن، شیطانی گرسخته یک از این طرف یک از این طرف می آید. از طرف چپ آمده رو میشناسی. انا شیطانی کور آمد میگویی. اگر با دقت باشی میفهمی که گرسخته تو رو به جنایت تیره دادن میخواد. لیکن اگر از طرفی راست بیاد خبردار نمیشوی. از طرفی راست نزدیک شده همین خیل میزند که حیران میمانی. از طرفی راست آمدن شیطان چی معنا دارد؟ شیطان از طرفی راست آید او را تماما حس نمیکنی. همین خیل سخنهای شیرین میگوید که حیران شده شاخ میشه. با پایهایت چسبیده از همه لحظه ضعیفیت را با 4 چشم انتظار می شود. با دقت باش، احتیاط کن که این گرسخته به درون پوستت در آمده حرکت می کند که از گوشت به دیرت فراید. باز نگویی که نگفتمت. تو چی ها میگویی قربان؟ واهی تو یک آدم عاقل هستی، دانش بسیار ذهنت رو تازه می کند. اینها رو به گوشت حلقه کردم، من رفتم.
بابا جون میرویم. بیا نقل کن درباره من چی ها میگوین؟ حالا هم کی ندارم. چه خیلی کینه پدر. آنها با غم و درد خودشان، یکی مادرش را، دیگر همسرش را، برای جنگ و جنجال حال ندارند. امک هاشمت چی؟ وای مناسبت من را با امک علیت بهتر کردنی بود. شد نمیدانی؟ میخواستم که علیم را به گرد درآورد، برای تو رو خلاص کردن کوشش میکرد. کوشش کردن گیرد. برای علی یک چند وقت نگاه کردن نمیتوانم. چینو معقوله بود که ما کردیم. من یک هوای تازه گیرم. آپای صدیقه سلامت باشید. قدم رنجی کرده آمدید. سلامت باشید. شاد باشید. سلامت باشید. در راه نبینید. در روزهای مزنون ما را تنها نگذاشتید. تشکر. سلامت باشید. ای سیزه مرحمت اپای صدیقه. دست درد نکنه فاطمه جان. شب بخیر. با شما خداوند به تو صبر دهد پسرم. سلامت باشید. دوستان سلامت باشند. یک چند روز پیش خبر برگشتن ما بر این خانه مژده ها آورده بود. حاضر باشد خبری بد در این خانه همون پهن میگردد. آدمی بیمارگ نمی شود. یک روز ما هم از این دنیا می رویم عمر. اکنون غیر از صبر و دعا از دستمون هیچ چیز نمی آید. عمر سرمه دخترم، بسیار فکر نکنید. در آمده با آدم ها کمی صحبت کنید. رفتیم. ینگه آیشه رو به خواب میگذارم. میدونی؟ مثل کبوتر خودم. نه وای پرنده بود. برای ینگه آیشه باز دعا میخونم. کلینم آیشه بهوده نگفتن که تنها به مرد چاره نیست. آه رمزی، آه ترهای دست بافتی مادرم، چقدر زیبایند همین تونه پدر. همه این برای تو بود پسرم. دختری که تو با او خانه‌دار میشوی، در وقتی خالگیش با این کار مشغول میشود میگفت. این کارها رو از من آموخته بود. گاهی مسابقه میکردیم، همه وقت خوری میبرم. دلم میسوزد. خدا رحمتش کند. خدا جایش را جنت کند. آمین. دستش سبک و دلش صاف بود. آدمی خوب. بله. خدمتش به همه ما رسیده بود. انشاءالله جنتی می شود. انشاءالله. برای من آیشه بسیار خدمت کرده بود. میدانی رابعه، در نبودن تو هر روز آمده خوراک میپخت، خانه رو بوچین میکرد، تازه میکرد. لیکن یک مرتبه اوف گفتنش را نشنیدم. عروسم با من مثل پدرش مناسبت میکرد. خدا رحمتش کند. آمین. آمین.
چیکار کرده ایستادند؟ روزی تولد دخترم در یادتان هست؟ سمبوسه های با مزه بسیار پخته به کودکان محله تقسیم کرده بودند. ینگه عایشه خدا رحمتتون کند. لیکن با آرمان رفت، نفری که خونش را ریخت تا حال در آزادی است. این خیل نگو علی، رمزی ناحق است. ناحق باشد باید جزایش را بیند. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من خیل آرام گیرد. همه چخیل شدنش را دید. شاهدهای من بسیار. من این کار را همین طور نمیمانم. به کجایی که لازم باشد شکایت میکنم. اجازت دهید پدر. از یک طرف تو، از طرفی دیگر برادرت، یکیت پاک و صافدل، دیگرت قاتل. اما هر دویتان هم فرزند. خداوند تو به من مدد رسان. علی پسرم، به گفتگی هایت شبه ندارم، لیکن یک دفعه دیگر میخواستم از دهانت شنوم. تو اطمینان داری که سبب این کار رمزی شده؟ بله پدر. این طور باشد محیلش. چخیلی که میگویی پسرم هم باشد عدالت باید کارش را کند و سینم سنگ مانم هم عدالت باید کاری خودش را کند. ای خب شکایت کن. با این چه حل می شود؟ با برادری خود را با زندان پرتافتن کدام عدالت جای خودش را می یابد؟ وقتی که مردم میگوید برادری خود را با زندان پرتافت، با این چی میگویی؟ کمی گپ زن علی. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من خیلی آرام گیرد. آرام باش رمزی، آرام باش. زبان میگوید و دست تا قلنگ تیز نمیرود. نمیتونی؟ اکنون به هیچ چیز نگاه نکرده، او را برآورده پران کشتند لازم، چون که خون ریزی شده است. این کار به ناموست دخل دارد. این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را. نه امشب نمی نوشم. راستی من هم نمیخواهم. امروز گریه کردن سرمه را دیدم. دلم به حالش سوخت. با عمر هم رحمم اومد. اما در بین پدرم هست. او را نه پرتافته می شود و نه فروخته. باید در برش باشم. پدرت را در بیمارخانه دیدم. با عمه علی صحبت می کردن. چیکار کرده باشند؟ دلش را یافته باشد. از تو می پرسم. فکرت اینقدر خودت را عذاب نده. اقلا یگان چیز خور. اپا ینگه اویشه را آخری بار دیده نتوانستم. خدا رحمتش کند. مرگ همین است. کای و از کجا آمدنش رو نمیدونی. خوش آمده دخترم. علی و عمر چه حال دارند؟ شما چرا نآمدید پدر؟ در روزی بدبختیشان در پهلویشان نبودید.
گفتم روم باز دخترم بروی علی نگاه کردن نمیتوانم. اینجا کمی گناه من هم هست. ای دخترم سوالهایت مثل آتش جهنم پدرت را سوزونده ایستاده است. هیچ گپ نی پگاه در جنازه در نزدشان میشوی. انا نگاه کن چی تیار کردم برای گسیل کردن ینگه اویشه. اه اویشه چرا ما را اینقدر زودتر کردی؟ بس کن سعیده، بسیار گریه نکن. دیگر از دست من هیچ چیز نمی آید. فکرت چی سوال مشکل دادم؟ پدر دل عمک علی رو یافت یا نه؟ نمیدونم داغا، کوشش میکرد. یا کار برعکس شد فکرت؟ نه، هیچ چیز نشده است. فقط تو بسیار فکر نکن. پدرم علاج کرده دل عمک علی رو میابد. تو بازدید. پدر خنک میخورید. چرا تنها نشسته اید؟ گریه کردید؟ اینقدر غم نخورید. همه این کارهای شده رابیه مانند کارده که به دلم میخلند. دو فرزندم در پیش نظر خودم به یکدیگرشان دشمن شدند. هر دو هم برایم فرزند رابیه. کدامش را از دل کنده پرتایم نمیدونم. طرفی کدامش رو گیرم، علی را یا رمزی را نمیدونم. طرفدار کسی حق شوید. شما هم در حالتی وزنین قرار دارید، لیکن حاضر داوری رو شما میکنید. باید کسی حق رو انتخاب نماید. امتحان دوام دارد و خیلی وزنین دوام دارد رابیه. خداوند به بندگانش ظلم نمی کند. از افتش من چه خطای بزرگی کردم که از همه دردی وزنین نصیبم شده است. مادر خدا، خدا چی شده است؟ خوب است. اینجا مدام چیزهایی درونش را برآورده بودم. خوب بود. نباشد همش خوب بود. خوب بود. پسرم مادر چی شد؟ خوب دیده چی؟ مادر شما زنده هستید؟ نمرده اید؟ مرده؟ پسرم این از یک خانه به خانه دیگر گذشتن است. به خانه دیگر گذشتم تو مرا گم کردی. من در این جایم. به اون طرف گذشتنم را گم شدن فکر کردی. اوه پسرم مگر تو را پرتفته می روم. از دیدارت سیر نشدم. مادر جان اینقدر زود گم میکنی. خیلی زود مرا گم کردی. در کودکیت هم همین خیل بودی. کمتر از چشمت دور میشدم در هیجان مانده میگفتی اوی خردکک من. پس همش خوب بوده است. جنجال عمک‌هایم، حال پدرم، شما. مردن شما را دیدم خیلی غمگین شدم. شکر که نزدم هستید. نه ترس پسرم. همه وقت در پهلویت میشم. همه وقت.
در لحظه های خرسندیت، غمگینیت و دشواریت همه وقت با تو می شود. لیکن تنها در دلت پسرم، تنها در دلت. حالا رفتنم در کار پسرم، مرا انتظار هستند. رفتنم در کار. اما مادر جان با کجا؟ مادر جان نروید. مادر جان چرا شما محتشم مرا فربه کردید؟ پیش دامنم رو فراموش کردم کشم عقلم رو تماما گم کردم. پس این راست است، شما مرده اید. به شما چی کار میکنم؟ مادر جان در محله کلین واحد عدلگی همسر علی عدلگی خانم عایشه وفات کرده. تکرار میکنیم، در محله کلین واحد عدلگی همسر علی عدلگی خانم عایشه وفات کرده است. جنازه‌اش در مسجد مرکزی بعد از نماز پیشین خوانده می شود. پس از جنازه او را به مزار هفت بهار سفربر میکنند و همه مسلمانان خبر داده می شود. بسیار بوی خوش میکند. صدیقه خیلی وقت شد که تو از این نمیپخته. خیلی خوب به همه چیز میخواد. دستت رو نزن. گیر کنی دلم میکشد صدیقه. با خدا که گرسنه‌ام. تو چی نمیفهمی هوشی؟ این برای تو نه، برای جنازه. دستت رو گیر. این برای آنجا بسیار است. تا اول شکمی مرا سیر کن. در یک طبقه گرفته من از زمان. مایلش رفته برای خودت قاشق و نان گیر. انا گیر آقای باشی شکمت رو سیر کن. خدایا چقدر گرسنه ماندم. خدایا نرونین که انداختی صدیقه. سازاندی مرا صدیقه. مرا کشتی و این چه انداختی با اشتهای دوم قبر کن. رفتیم دخترم. پسرم به من حقیقت رو گپ زن. به مرگ عایشه تو سبب شدی. پدر من نکردم. علی از قهر و غضب مرا گناهکار حساب میکند. همش ناخواست شد. چه خیلی ناخواست. اگر واقعا آن طوری روی داده باشد که من شنیدم، پس تو را به عدالت سپاریدنی من شرط است پسرم. پدر چه خیلی عدالت؟ چه میگوید؟ علی پسرتون باشد من هم پسرتون میشم. رمزی اگر ناخواست باشد برای چی آمده با علی صحبت نکردی؟ همدردی هم بیان نکردی؟
چخیل به نزدش روم پدر. از قهر دیوانه شده است. مرا یا در یک قاشق آب غرق میکند. بینید پدر، چخیل به من نگاه میکند. این آدم رو دارد پدر، نباشد یک نفر دیگر کشته میشود. علی بیا رفتیم حجتهای جنازه را درست کنیم. رفتیم پسرم. اکا ینگه اویشه دیگر برد نمیگردد. نمیدونم، شاید زندگیشان رو در دیگر جا دادن. کنی اینجا نزدی من بیایید. چی شد بیبی جان؟ ینگه آیشهتون را امروز برای آخرینش گسیل میکنیم. رای آخرینش چی بیبی جان؟ انسان وقتی که از عالم چشم میپوشد به سفری دور و دراز میبراید. سفری خوب یعنی چیزی بد نی. چی دیگر نمیآید؟ میآید و خیلی که ما میدونیم این خیلی جایی که او میرود خیلی تازه است. او اکنون اینجا رو نمیبردارد چون که اینجا دنیای چرکین است. لیکن شما او را یاد کرده جیغ زنید. او هم به خیال و هم به خوابتان میآید. فهمیدید؟ اکنون روید در بیرون بازی کنید. مرگ همیشه با امر خداوند است. آخرین وظیفه ای که ما باید به جا آوریم این صبر و تحمل است اما جان. از گریه و ناله روحش در عذاب میماند. آهسته آهسته میرویم اما جان. رفتیم. عمر چی حال داری؟ اما که علی هم در کجاند؟ با پدرم به شعبه پلیس رفته شکایت کردیم. آمده خانه را میبینند. روم کارم زیاد است. عمر در بارت بسیار فکر میکنم. اگر یگون کاری از دستم بیاید بگوی من میکنم. دعا کن سرما. برای مادرم تنها این فایده میآورد. وای همدردی ما را قبول کن میسرم. من از حادثه های روی داده در خجالتم. بعد نتوانستم به پیشتون بر آمده. ای به شما نیستم مک. خوش آمدید. خوش باشید پسرم. خوش باشید. هست کاری که انجام دیم؟ نه مک. قریب که حال کردیم. تشکر. عمر رفتیم باز با جنازه دیر نمونیم. با کجا داغن؟ به جنازه میرم پدر. چیکار جنازه؟ دیوانه شدی؟ تو احوال علی و عمر رو ندیدی چه در غضب هستن؟ اگر به جنازه روم در اونجا خونریزی میشود میفهمی؟ من نانی ینگه آیشم رو کم نخوردم پدر. چخیلی که نباشد حق ینگه آیشم از مادرم زیاد است. به جای مادر هم گویم خطا نمی کنم. باز نامی مادر را گرفتی. مادر گفته خودت را عذاب دادی بس نیست مگر؟ چه کاری که خواهی کردن گیر. من چی فکر تو را کنم؟
مادر جان جونکی من پسرکم از اینجا دست رو میروی فهمیدی؟ در این خونه حتی کسی پاید نمونم دف شو به جنازه رفتنم در کار. لیکن اگر به گفته پدرم شده کار به دعوای خون مبدل گردد، چی؟ خودش چی گفت؟ ما برای شما رو دستگیر کردن اومدیم. من نفهمیدم چرا؟ از بالای شما شکایت است. از شما بیانات گرفته تا سوال و جواب تمام شدن شما را در شعبه نگاه می‌داریم. مرحمت گذارید. نمیدانم چه بود اول روی میشتیم یا پل میشتیم یا مستحب. وقتی که طهارت میکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ اما که خبرون چی چی است؟ چی است؟ بسیار چیز است. اگر نادرست گیرم چی میشود؟ نماز قبول نمیشود. در وقتش آمدی قربان، از تو رو بردار میکنم. نماز قبول نمیشود، فهمیدی؟ اکنون گویید شستشوی را از کجا آغاز کنیم؟ اول دست ها را میشوییم. چند مراتبه؟ دست ها 1 مرتبه، دهان و بینی 3 مرتبه. آفرین، دهانتون اصل و قیمه خورد. دهان شد، بینی شد، حاضر؟ روی هم 3 مرتبه اما که قربان. میشویم بچه ها، میشویم. شما چقدر که گوید من همان قدر میشویم. از چاره کیسه سر رو محض میکشید. این چی گفت؟ میش؟ چی گفتم بچه ها چی؟ محض میکشد محض. بچه ها یک جای رو فراموش کردیم. دست ها چی؟ مرا که قربان ما رو خطا کرده. درون شما تازه است بچه ها. خطا کرده باشید هم ثواب میگیرید. اگر نفری که درونش خطا است باید چیکار کند؟ از نمش معلوم اما که قربان خطا. درست میگوی. درون خطا باشد به بیرون چی میبراید؟ از بیرون خطا مینمایی که باور میکند که درون درست است. دستای همون رو هم 3 مرتبه. استید. پای ها چی؟ آنها رو هم میشوید. چه؟ حتی جای 1 سوزن نموند. طهارت خیلی نازک بوده است. شما گفتید که جای سوزن نمونه. خون معده نمیشود، سوزن به طهارت چه علاقه داره؟ اما که قربان با سوزن بسیار بازی نکند که به یکان جهتون میخلد. به خدا راست میگوید. سوزن هم میداند به کجا خلد، چون که بی صاحب نیست. بسیار گپ زدیم. به نماز دیر میکنیم. باز مردم فکری خطا نکنند، خدا نکند. چشم قربان در نماز نیست که گوشش در اذان باشد. دویم کنه ای بالا زنده یا بگرم که شد بس همه قدر بدکسته کنه پدر اماکی علی از اماکی رمزی شکایت کرد. از پلیس و اماکی رمزی رو دستگیر نمودن. چه؟ ای بایداد بد کاری شده است. باشی وقتی نماز رسیده است طهارت کردی؟ کردم من رفتیم
برای خدا نماز، برای رسول الله صلوات، برای میت دعا، به امام حاضر راضی شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. الله اکبر. الله اکبر. دستگشتن رمزی خوب نشد. زود یکان کار کردم لازم. کسی ندید انشالله. رفت رمزی رو نبینم آرام نمیگیرم. دیره بچه ها. تشکر اپای سوبا رفته. خدا راضی باشد اپای سوبا. تشکر. همدردی را قبول کنید. سلامت باشید. دلتو زیر نشه. همدردی هم را قبول خدا کنید. یارد. خدا یارد. خودت رو با دست سلامت گیر. تشکر. همدردی رو قبول کنید. همدردی رو قبول کنید. همدردی رو قبول کنید. همدردی. تشکر. همدردی. سلامت باشید. خودت رو با دست گیر پسرم. همدردیم را قبول کن. همدرد هستم. گوش کن عمر، چقدر که ستاره های من راست نآیند این کار دیگر است. بی مادر بودن را از همه خوب من میدانم. مادر کسی نباشد. از همه پیش یک مادر از عالم گذشت، ستون خانه ریخت. همدردم. همدردیم را قبول کن. همدردیم را قبول کن. ای عایشه، دیدی که مرگ آمد. اکنون با حقیقت روبرو هستی. حاضر از تو میپرسند خدای تو کیست؟ گویی که الله. پیغمبرت کی؟ گویی که حضرت محمد مصطفی علیه السلام. بعد از کتابت میپرسند، کتاب پر از نور قرآن.
این قبر بسیار یک جای تنگ و تاریک، زبانت از گپ زدن میماند، نگاهت میایستد و چشمانت باور نکن. با خدا اطاعت کن، با باوری او درا که قبرت پر از نور شود. کسی که درد دارد خداوند به مددش میرسد. برای آن که به صاحبی به صاحبان است، از خود پسری با ننگ و ناموس باقی گذاشتی. انشاءالله باید دفتر اعمالت را با ثواب‌های نیک پر میکند. این لله و این الیه راجعون. وقتی بسیار را نگیرید. خوب شده است. تشکر. از تو بیانات گرفتند رمزی؟ نه داخل بیاناتم را نگرفتند. تنها از من نه، از شما هم میگیرند. چیکار میکنیم مکه؟ میگویند که قریب از 5 تا 10 سال زندانی میشوم. تو سراسی من نشو. گفته های من رو اجرا کن و دیگرش کاردار نشد. در اینجا بدارد رو فهمیده دویده آمدم. با یکون چیز احتیاج داری؟ وقتی که بیانات میدی گویی که حادثه ناخوش آیشه پیش پا خورده افتید. بفهمی من به این یکون دخل ندارم. میگویی فهمیدی؟ فهمیدم. دیگرشو با من گذار. خودم حل میکنم. بسیار نمیرسیم که باز یکون شبه نکنند. آمین. الله اکبر. عمر بسیار خسته می نمایی. روزی در روز گروس نگشته ای. تو این خیل رفتن گیرد بیمار می شوی. تو چی بیمار شدن می خواهی؟ فقط می خواهم گناهکاران جزایشان را بینند. سرما عمکم هم باشد باید جزایش را بیند. این یگانه چیزی است که حالا من می خواهم. به پدرم کاردار نشو عمر. به غمت به غمت غمزن نکنم. الو؟ پدرت دستگیر شده است. همه آمدن خانه عمک حمزه جمع آمدیم زود بیاد. چی؟ پدرت را دستگیر کردن میگویم. حاضر در شعبه پلیس؟ بله در شعبه پلیس. به نزدش روم. دوغم به نزد پدرت رویم. هیچ کار کردن نمیتوانی. زود به اینجا بیا. چیکار کردن ما را مصلحت میکنیم. حاضر میآیم. خدا جایش را جنت کند. مرگ عایشه همه را غمگین کرد. وی از عائله‌مون بود و لیکن از خون جانمان نبود. حاضر از این کار باز یک نفری دیگر ضرر میبیند که وی هم از جانمان هم از خونمان میباشد. عایشه با سنگ پیش پا خورده افتید و رمزی یک حیات در حبسخانه محکوم شده پوسیده میرود. این درست است مگر؟ آخر این یک فلاکت بود. گناه رو با رمزی پرتافتن چی فایده دارد؟ من در همانجا بودم هاشم، با چشمانم دیدم. فلاکت نبود. رمزی عایشه رو طلا داد. مگر از مردن عایشه به رمزی یگان فایده ای میموند؟ از پشتش گپ نزنم میگویم و لیکن نگفته نمیتوانم. سبب همین جنجال عایشه خودش بود. اگر او علی رو به غضب نمی‌آورد بیچاره علی با برادران خود به میدان برآمده جنگ نمیکرد.
با فکر من اگر برزید رمزی بیاناتیم خطایی کلان میکنیم همه با هم آیشه ناگهان افتید گوییم رمزی را آزاد میکنیم. تو چی ها میگوی هاشم؟ یعنی در شعبه پلیس دروغ میگویم؟ من چیزی که دیدم همون رو میگویم. رمزی او را طلا داد. باوری داری حمزه؟ همه ما یک چیز دیدیم، تو دیگر چیز. ما همه میگوییم که ناگهان پیش پا خورده افتید، تو بوشی میگویی که رمزی طلا داد. با کی باور میکنم؟ با جای فکر کلین رو کردن خونه خودمون را برادرمون را نجات دهیم بهتر نیست؟ خب فکر کن. یعقوب چرا میگیری پسرم؟ حال عمر رو دیده قدر شما رو بسیارتر فهمیدم مادر جان. مرا کلان کردید وقتی که پایهایم رو از دست دادم در پشتتان گرداندید. حق شما رو در این دنیا برگرداندن نمیتوانم. تو جانی من هستی پسرم. مادر برای فرزندش چی کارهایی نمیکنه. مرحمت. در اساس شکایت آقای علی برادرشان رمزی را دستگیر نمودیم که بعد از طلا دادنش سببگار مرگ خانم عایشه شده است. اما چطوری که خودی دستگیر شده میگوید در وقت جنجال خودش ناگهان افتیده است، یعنی هیچ کس او را طلا نداده است. خوب آقای هاشم، بیانات داده رمزی درست است؟ حادثه همین خیلی روی داد. درست کمیسر، گفته دادرم دو پا درست. درست؟ چی ها میگوید اکا؟ پدر آرام باشید. در نزدی چشم اما که هاشم راستش رو گویید. خواهش میکنم خلل نرسونید. به همتان حقی گپ زدن میشینید پدر جون. آقای حمزه جوابتون رو انتظارم. فوتیدن ناگهان سرش رو زد. آقای حمزه شما گفته های رمزی رو تصدیق میکنید؟ نه آقای کمیسر، این خیلی نبود. چند سال میداده باشنده رمزی برای 3 تنگه سرش رو خورد. عاقبت تقایم رمزی معلوم بود. آدم که مست شد عاقبتش بس شد. هاشمی ما از او کمی ندارد. توبه از واحد بر این پدر این گونه فرزند رویدنش عجیب نیست مگر؟ یعنی گفتنید که رمزی طلا داده است؟ آقای حمزه پدر جان آخر حقیقت رو بگویید. آقای حمزه با سوالم جواب دهید. جای شرمکولی نیست امک. حقیقت رو بگویید آخر. التماس خلل نرسونید. خوب آقای حمزه شما رو گوش بکنم. امک التماس. نه آقای کمیسر، من واقعه رو ندیدم. چیزی که گویم دروغ است. اما
اما با من دیگر خیلی گفته بودید. همین طور شجاع نکن. چه خیلی که رمزی گفت حادثه همین خیلی دروغ. وقتی که ما اومدیم شما در آنجا نبودید ینگه. آی خاک بر سرم چرا این چه خیلی با چشم نگاه کرده دروغ میگویید. خواهش میکنم خلال نرسونید. در وقت رخ دادن حادثه در کجا بودید خانم حلیمه؟ من هم به خانه عایشه می اومدم. حادثه رو در خط کوچه دیدم. شما چی گفته میتوانید آقای فکرت؟ همش همان طوری روی داد که اماکی رمزی گفتن. شما چی میگویید؟ به خدا پدرم راست میگویند. همش همین خیل روی داد. مادامی که حادثه چنین باشد پس آقای رمزی در حقیقت بیگناهند. آزاد کنید. در برو خدا از رمزی از دستی عدالت رها خوردی، از دستی او رها نخواهی یافت. من این کار را فراموش نخواهم کرد. علی پسرم اینجا جایش نیست. علی دادر غمت رو میدانم لیکن پول مالم را حقم را دزدیدید مایلش، لیکن نمیگذارم روی عایشه را نارام سازید. کافیست، هیچ چیز پیش رای مرا گرفتن نمیتواند. علی جان او رو به حالش بذارید، از پسش نروید. اما که علی هم چیکار کرده میان؟ اما نمیدونم، نام دارم. برای چی دروغ گفتید مادر؟ شما حتی در آنجا نبودید، چرا دروغ گفتید؟ در همونجا بودم دخترم. تو ما رو ندیدی؟ عایشه پیش با خورده افتی. تو از هیجان کسی رو نمیدیدی. دروغ نگویید مادر. چشمتون را پنهان کنید، هم دروغتون معلوم شده ایستاده است. دروغ؟ چی من قرض دارم که دروغ میگویم؟ با ینگه عایشه هم تا حال بخیلی دارید. از مردنش شاد هستید، همین خیلی نه؟ برای آن که مثل عمر پسر داشت، با این از شما همه وقت بالا بود، طاقت کردن نتوانستید. ینگه عایشه هم ذره از بخیلی هایی که در شما هست و درونش راه نمیداد. عمر بسیار پسری بریسک بود است که چون این مادر تربیتش داده است. برای همین شما باید دایم بخیلی میکردید، لیکن مثل یا شدن نتوانستید. اصلا نتوانستید، اصلا. استید پدر، شما رو چی گویم؟ مگر ینگه عایشم کلی نتام نبود؟ از این چی بدیه دیدید پدر؟ اما که علی هم از همه برادری خورده اتم، مگر مناسبتی برادران همین خیل می شود؟ همین خیل دخترم، علی دادرم، لیکن رمزی هم دادرم می شود. عایشه را برگردانده نمی شود. اکنون چیکار کنیم؟ سرما ایستو. من همیشه تو غمگینم. چیزی که شد گذشت اکنون. پدرم را چه خیلی از دست میدیم. خودت را به جای من مان. اما که علی هم زوجش رو، عمر مادرش رو از دست داد. تو خودت را به جای آنها مان. همش خوب رفته ایستاده است. علی به خود آمد، اکنون هیچ کار کردن نمیتواند. کنی یک رفته بین چی کار میکند؟ کی؟ اما که علی باز کی میشد؟ رو از کارهایش ما را خبردار کن.
تو را از من ربودن آیشه باز کار به فایده آنها انجامید. اما خون آیشه رو در زمین نمیگذارم. تو چیکار کرده ایستاده علی؟ خدایا تو به من صبر بیدی، نگذار که شیطان مرا از راه بیراه کند. نفسم بر من غالب باید. نمیتوانم. Amaki Ramzi در رو کشوید. Amaki Ramzi در رو کشوید. چی اینقدر در رو میکوبی؟ چی شد؟ من Amaki علی رو دیدم. چی؟ سلاح رو در کمرش پنهان میکرد. خدا در پناهش نگه دارد، باز یگان بیعقلی نکند. چیزی که نباشد احتیاط شوید. Amaki افزایش بیجا بود. خاطر نشو. علی چطور استفاده بردنی آن را نمیداند. و تو تشکر. تو دیوانه شده ای علی. از دستی عدالت رها خوردی، از دستی او رها نخواهی یافت. من این کار را فراموش نخواهم کرد. بوده نابوده پول مالم را، حقم را دزدیدید. مایلش لیکن نمیگذارم روی آیشه را نارام سازد. از دستش میآید. نگاهش خوب نبود. عقلش بیجا پرین. چرا زود رفته به رمزی گفتی؟ باید چیکار میکردم پدر؟ در سری Amaki علی فکری Amaki رمزی رو پروندم بود. خبردار کنم گفتم. مایلش کردی اکنون. اوف تیر از کمان برآمد. چخیلی که میگویند جوینده یا بنده است. اوی صدیقه کجا شدی؟ صدیقه آمدم من. این آبیله ها نمی رسیدند. راه گشته نمی شد. بریده پارتا کمی راحت کنیم. نمیفهمم چرا اینقدر خورسند هستی واشیم؟ زنی داده را از عالم گذشتو. لبهای تو باشد تا گوشته. با من کاردار نشو. چقدری که میخوایی غم خوردن گیر. واشیم همین رمزی جزایش رو گرفت شده نبین خنده. خیلی جزا. رمزی را جواب دادن. جواب دادن؟ رمزی گفت که آیشه ناخواسته سرش رو زد. همه تصدیق کردیم. حلیمه هم آیشه خودش ناخواسته گفت. آفرین به این زن به خدا. همه تون یک شده علی رو دروغگو برآوردید. همین طور عیب است. عیب از خدا ترسید. سوختم چیکار میکنی؟ علی رو جیگرش سوخته است. تو را فقط باید سوخت. از حلیمه من خودم قصد میگیرم. روزی باید نشان میدم. سوزوندی مرا. تو چه میگویی؟ صدیقه خیز نشین آبی خورک را بیاری. وای